بیارش که نمیتونی به برکتیش اول خدا جلب غضبش دیگه. آره کم بیارش که خوب بیارش. ماهیا را کشیدیم. این صحنه جالب دیدنی که ماهیا از آب بیرون آورده میشود. این از کدام خانه ماهیاست؟ این ماهیا را دارای ماهی شیرماهی میگن که البته ماهی خشخور و ماهی شیرینی دریاست که ما شما اینا را اسیر نموده و بر خلطه خود نصبشان میکنیم دیگه. این ماهیکای را نو پرتاب کردیم شیره. این ماهیکا را از این خلطه میسازیم. اوشش بار گفته ای پیش کسان یاره که من هر جایی گفته ای پیش کسان یاره که من هر جایی تو نرو جای دیگر تو نروم جای دیگر با جدایی ها کرده بودی داغم با جدایی ها کرده بودی داغم چرا آمدی دوباره سراغم چرا آمدی دوباره سراغم وای نگو دیگه از گذشته دیگه نمیخوام یادم بیاید چی به من گذشته وای برو کیز تو گذشته حالا دیگه باورم شده این اثر گذشته یک قبله بودی بهر سجودم سلام عرض ادب. اول میشه خودت معرفی کنی؟ محمد صفا هستیم. محمد صفا جان مشغول چیکار هستین؟ همین دیقانی هستیم. دیقانی هستین. خب با شما به نظر شما این کار به قلبه خوب است یا او کار تراکتور؟ با این قلبه خوب است. خوب است. خب بسیار خوب. خب چرا اینقدر وقت قلبه میکنین؟ دلیلش چیه است؟ دلیلش که وقت میپوشه که با وقت باران سوز کنه. خب بسیار خوب تشکر. خوش شد. خیلی سلام هستید. با بسر چال الوانی کنم سر راغت غزل خانی کنم بسر چال
به قربانم بیارم که خدا با تو قربانی کنم گل دنبال چی میگردی رفته از این شهر دیگه نمیشه پیدا بیهوده مکن کوشش آن گم شده ما دیگه نمیشه پیدا از بس که تو آزردی دلش نادیده گرفتی مشکلش از بس که تو آزردی دلش نادیده گرفتی مشکلش بسر چال الوانی کنم خب سلام و عرض ادب. علیکم السلام و رحمت الله. خب در نخست میشه اول خود یک معرفی کنید در بیننده عزیز. اسم من زبیر است، یک تن از همشهریان خیلی بدخشان که البته درباره ماهیگیری در رفیق معلوماتی روی میکنیم. بسیار خوب بسیار خوب. میشه بگوین که در کدام فصل ماهیگیری زیاد میباشه و مردم زیاد ماهیگیری میکنه؟ حال وقتش است نیست؟ در ابتدای آخیزی که ماهی مردم ها زیاد به ماهیگیری مراجعه میکنن دیگه در ابتدای آخیزی ماهی نتیجه میده چون در اطراف های ما که است در وقتی که مراجعه کنی ماهی نتیجه میده داخلی مرکز آخیز که شوه با ماهی زیاد نتیجه میده. بسیار خوب بسیار خوب. خب فعلا شما چی نظر دارید؟ ما ماهی میتونیم بگیریم نمیتونیم؟ ماهی دیگه ماهی در اینجا 100% نتیجه میده دیگه. اگه چندین ما شما میبینیم که رفیقای ما شما تلاش و زحمت خود کرده ایستن که ما شما در این عرصه یک ذره ماهی به دست بیاریم دیگه. ماهی 100% نتیجه میده در اینجا. بسیار خوب. چقدر وقت میشه که همین کار شما انجام میدین؟ ما تقریبا 8 سال 10 سال میشه که ما خیر نوا اسباب ماهی را میگیریم، قیتور میگیریم، قیخاده میگیریم، کاگ میگن، دام میگن که طریق زمستان استفاده میشه. این اسبابای ماهیگیری است که هر وقتش خودش وقتی داره که با ما اسباب ماهی را میگیریم. دنبال چی میگردی؟ دوستای عزیز کنیم دوستای ما کوشش کرده رایستن که ماهی بگیرن ببینید که در نتیجه میرسن یا نه. آن گم شده ما دیگه نمیشه پیدا از بس که تو آزردی دلش نادیده گرفتی مشکلش از بس که تو آزردی دلش نادیده گرفتی مشکلش. دیگه از گذشته دیگه نمیخوام یادم بیاید چی با من گذشته. وای برو 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 کیزی تو گذشته حالا دیگه باورم شده
سینه سر گذاشتم. باره اسلام کم با ما معلومات بده. اینا وسایل است که رفیقای ما خودشون معیا میکنن دیگه، زحمت خود میکنن دیگه. ریگای را که ما میشویم سیاریگ میکنیم از او طلا به وجود می آید. خب بسیار خوبی خاطر طلا هست ها؟ بله اینا خاطر طلا است که اینا فرشا اوار میشه و در اینا ریگ دیگه در اینا همه در بالای از اینا کود میشه در این قسمتاش ریگ کود شد با اینجا فرشای است که ریگ سیاریگ میکنی بعدش طلا میره در او فرشا خواب میکنه. بسیار خوب تشکر. خیلی سلامت باشین. تاریخی چندی بود است؟ 20 بود. کارشناسای مایی رو به آغاز کار به فعالیت نمودن در سه دریا مراجعه کردند تا زحمات خود را به پایان برسانند. مایی را مصفی شویم تا از طعام خود بسازیم. 1000 ساله پیش رگم تجهیزات خود. برجام تور خراب شدن؟ تور تصادم با سنگای نهاد که اصلا قابل باور تخریب توری ما رو تخریب نه در یکم تجهیزات این هم که برابر نکنیم همون تور چینی برابرش کنیم. نتیجه دو صبر کی این همی خونه کی ازی تور دندان بیارش توری دندان توری دندان بیارش سرم ولان این همه خوب نتیجه میده. این همینه که بگید این ای طور که شکل بیته این ایده اینی ببین اصلا علاج که خوب ایسه عطیفم دستی خوابتا که تور دندان توری دندان کی موادی بسیار مفید. آب و هوا سرانول سے ماشاءالله یک آب و هوای بسیار قشنگ دیگه نتیجه میده به ارتباطی مایی ما و شما آب و هوا را مستفید میشیم مایا را مستفید میشیم فکرت؟ نتیجه میده دیگه. گفتنی داری با ترکی چی باید کنه؟ ترکی باید توجه به یک ماهی خانه قشنگ چون ماهی در زمستان کی است با هم هستند خود در یک جا موجود میکنند در ماهی خانه مراجعه میکنند که اصلا هیچ قابلی باور نمیشه. طوری به برکتیست اول خدا جلب قدرش دیگه لیکن بیارش که خوب بیارش دایی بیارش اگم ماهی ها را کشیدیم. این صحنه جالب دیدنی که ماهی ها از آب بیرون آورده می شود. از کدام خانه ماهی ها؟ این ماهی ها را دارای ماهی شیرماهی میگن که البته ماهی خشخور و ماهی شیرینی دریاست که ما شما اینو را اسیر نموده و بر خلطه خود نصبشان میکنیم دیگه. این ماهی کای را نه پرتاب کردیم شیره. این ماهی کار را آزیم خلطه می سازیم. ایستی که دیگه آغازی کار به فعالیت نموده اینجا دیگه ساعه است که تور فعالیت نمیکنه و به دیگه جا مراجعه کرده و ماهی ها را اسیر میکنین دیگه. این ماهی ها است که مثلا در چشمدیدتان اونی میبینید که حالی دیگه آغازی کار به فعالیت کردیم. ما ابتدای اول ما بود که یک 3-4 تا نتیجه داده شما چشمدیدی خودم دیدید. آخر بارد چه آغازی کار